همداران عزیز سلام علیکم. 26 ایون سال 2025 قرار داریم در ناحیه ورزوب دهه چهارباغ. با شما درخت رو در ناحیه ورزوب نشون میدم. درخت پیسته رو. پیسته ایرانی می باشد و قسمتی بولاش رو ببینید چه خیلی بسیار بستگی. امسال این کم بست، سالی گذشته سر به گوش بسته بود. اینا همش پیسته بستگی. هر سال حکمشان شمشیرف این پیسته رو چینده استعمال میکنن. این ببینید پیسته در روی زمین خوب است. خود پیسته باشد در یک جای رویدگی است که بیچاره نه آب رو میبیند نه یگان چی رو. من جوی هست، جویی که فقط مغزوه رفته است. مغزوه خلق ببینید مغزوه است. سنگ دیوال است. بعد 1 متر اون طرف کنده پیسته است و همین کلان شده است بیچاره. در همین قدر تنگ دستی این بستنش رو ببینید. حالی هم امسال کم بسته است. سال گذشته نهایت بسیار بسته بود. من همداران عزیز اگر ما هممون هم خیلی پیسته‌زارها بنیاد کنیم، عالم گلستان می شود. این ببینید. باز من این توت است، از بولاش توت لغت کردگی بیچاره. همین توت هر سال من اکا شمشیرف میگم برید که همین توت رو برید، همین پیسته رو آزاد کنید از همین حبس. وقتشون نمیشد شمشیرف. اکا شمشیرف التماس همین توت برید، همین پیسته آزاد. توت بریدن در اون با یک پوزیشن است و خوش است چای و هم برید. همین بیچاره توت پیسته آزاد کنید از همین حبسی خانگی. همداران عزیز در پناه خدا باشید. پیسته‌زارها آباد کنید. پیسته‌زار این پیسته پول است. پیسته‌زار کنید زندگی شما بهتر می شود. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.